آیا می‌دانستید چشم‌ها بزرگترین دریچه‌های ما به دنیای اطراف هستند؟ اگر به دنیا نگاه کنید، می‌توانید داستان‌ها، احساسات و رمز و رازهای بسیاری را مشاهده کنید. بیایید با هم ده حقیقت جالب و عجیب درباره چشم‌ها را کشف کنیم. آیا می‌دانستید که چشم‌ها در کمتر از 1/100 ثانیه به نور واکنش نشان می‌دهند؟ این به شما این امکان را می‌دهد تا در شرایط نوری مختلف بهتر ببینید. آیا می‌دانستید چشم‌ها می‌توانند مستقل از یکدیگر حرکت کنند؟ بله، این به شما کمک می‌کند تا نمای وسیع‌تری از دنیا داشته باشید. آیا می‌دانستید عنبیه که رنگ چشم را تعریف می‌کند در پاسخ به نور منقبض یا منبسط می‌شود؟ این بدان معناست که چشم‌ها همیشه در حال تنظیم اند. آیا می‌دانستید که چشم‌ها می‌توانند بیش از 10 میلیون رنگ متفاوت را تشخیص دهند؟ این باعث می‌شود که دنیا بسیار زیبا و رنگارنگ به نظر برسد. آیا می‌دانستید افراد به طور متوسط در هر دقیقه 15 تا 20 بار پلک می‌زنند تا چشم‌ها را مرطوب کنند و از خشکی آنها جلوگیری کنند؟ آیا می‌دانستید زردی در چشم‌ها می‌تواند نشانه از مشکلات کبدی باشد؟ پس همیشه به رنگ چشم‌ها توجه کنید. آیا می‌دانستید چشم‌ها می‌توانند عملکرد حافظه را تقویت کنند؟ برای همین است که بسیاری از ما با دیدن عکس‌ها احساسات خاصی را تجربه می‌کنیم. آیا می‌دانستید فاصله استاندارد بین چشم‌ها 1/3 عرض صورت است؟ این موضوع نشان دهنده زیبایی و تعادل صورت است. آیا می‌دانستید که زنان به رنگ‌های روشن حساس ترند دارند؟ این به دلیل رنگدانه‌های کمتر در چشم‌هایشان است. آیا می‌دانستید چشم‌ها تنها ابزارهایی برای دیدن نیستند، بلکه دنیای وسیع از احساسات و داستان‌ها را به ما ارائه می‌دهند؟ پس دفعه بعد که به کسی نگاه کردید، به یاد داشته باشید که در این نگاه هزاران راز نهفته است. آیا می‌دانستید که همه ما این سوال رو تو ذهنمون از خودمون پرسیدیم که رنگ چشم‌ها چطور تشکیل می‌شود؟ رنگ آنها به میزان ملانین موجود بستگی دارد. جالب اینجاست که انسان‌ها می‌توانند رنگ‌ها و سایه‌های مختلفی از قهوه‌ای تا آبی و سبز را داشته باشند. ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. اگر از ویدیو خوشتان آمد کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید و ویدیو رو لایک کنید. ممنون.